60 الگوی مدل کسب و کار، درس راه‌اندازی استارتاپ‌ها آقای دکتر حیدری. مدل شماره 19 تا مدل شماره 24. شروع تحلیل اکوسیستم. تعریف مدل کسب و کار می‌تواند اولین قدم به سوی تغییر باشد. تحلیل‌ها با جزئیات زیاد غالباً نقاط ضعف و عدم ثبات را مشخص می‌کنند. در همین حین بررسی شرایط موجود برای ایجاد تغییر انرژی بخش هستند که این همه از جنبه‌های مهم نوآوری‌اند. در مقدمه کتاب توصیه شده که مدل کسب و کارتان را بر اساس 4 بعد بنیادی چه چیزی که سوالاتی مانند کدام یک از مشکلات و نیازهای مشتریان را برطرف می‌کنیم، برای این کار از چه محصولاتی و خدماتی استفاده می‌کنیم، از ارزش درک شده مشتری چیست و از این دست و چطور یا چگونه که منابع اصلی که پشت پیشنهادها و گزاره‌های ارزش پنهان است چیست، بر ما به چه توانایی‌های فعالیت‌هایی نیاز داریم و یا سوالات چرا که چرا ما مشتری باید برای محصول یا خدمات ما پول خرج کند، اصلی ترین منابع درآمد ما چه منابعی هستند و یا سوالات چه کسی که ما معمولاً به چه گروه از مشتریان خدمات ارائه می‌کنیم، مشتریای ما انتظار چه نوع روابطی رو دارن و ما چگونه آن را روابط را حفظ می‌کنیم و از این دست سوالات که در تمام الگوهای کتاب سعی شده است که به این سوالات پاسخ داده شود. مدل 19 از 60 الگوی مدل کسب و کار، از کشش به فشار. بسیاری از افراد از تغییر قدرت بازار از فروشنده و خریدار و نیاز به تغییر به سوی فروش محرک تقاضا آگاه هستند. اما چالش اینجاست که چطور باید با استفاده از یک مدل کسب و کار درست با این یافته‌ها سازگار شویم. مدل کشش فشار بر پارادایم مشتری پادشاه است متمرکز است. در بخش‌های مختلف نظیر تحقیق و نوآوری، توسعه محصول جدید، تولید یا لوجستیک و توزیع این پارادایم را در دستور کار خود قرار می‌دهد. مدل فشار یا پوش، در این روش تولید بر اساس پیش‌بینی‌های بازار انجام می‌شود که منجر به انباشت موجودی و هزینه‌های بالای انبارداری می‌گردد. مدل کشش یا پول، در این رویکرد تولید مستقیما بر اساس تقاضای واقعی و لحظه‌ای مشتری انجام می‌شود که موجودی را به حداقل می‌رساند. نقطه جداسازی، این نقطه مرز انتقال از استراتژی فشار به کشش در زنجیره ارزش را مشخص می‌کند. برای ایجاد تصویر ذهنی می‌توان مشتری را در حال کشیدن طنابی بلند تصور کرد که تمام فرآیندهای شرکت را به حرکت وامی‌دارد و در نتیجه ارزش پیشنهادی را شکل می‌دهد. این در تضاد مستقیم با استراتژی فشار است که رویکرد ساختن برای انبار کردن را دنبال می‌کند. اگر شرکتی بخواهد از فشار ارزش پیشنهادی به مشتریانش تغییر جهت دهد و به جای آن از استراتژی کشش استفاده کند، مستلزم داشتن یک زنجیره ارزش منعطف و پاسخگوست. چطور؟ در نتیجه هزینه‌های انبار پایین آمده و فعالیت‌هایی که ارزش ایجاد نمی‌کنند کاهش می‌یابد. در هر مرحله از زنجیره ارزش باید با دقت بررسی و نقاط بهینه را ایجاد کرد تا در آن نقاط بتوان با مشتریان یکپارچه و متصل شد و آنها را جذب پیشنهادهای شرکت کرد. وقتی مشتریان به صورت فعالانه یک محصول را از شرکت تقاضا می‌کنند، این مورد نیز می‌تواند به عنوان یک استراتژی کشش در نظر گرفته شود. بازاریابی خاص یا ابزارهای مشابهی را می‌تواند جهت تحریک علایق مشتری و ایجاد حس مشارکت فعالانه در آنها برای پیشنهاد محصول مورد استفاده قرار داد. این رویکرد اغلب توسط تولید کنندگان محصولی استفاده می‌شود که محصولاتشان را مستقیما به دست مشتری می‌رسانند. استراتژی کشش می‌تواند در سایر جنبه‌های کسب و کار به عنوان مثال در فرآیندهای توسعه محصول نیز اعمال شود.
چطور؟ پروژه‌های تولید به‌هنگام و نوآوری باز. 2 روش برای جذب مشتریان در مراحل اولیه توسعه بدون بهره‌گیری از واسطه‌ها یا اشخاص ثالث است. خاستگاه این مدل سیستم تولید تویوتا بود. اصطلاحات فشار و کشش ریشه در لوجستیک و مدیریت زنجیره عرضه دارند. تویوتا با پیاده‌سازی استراتژی‌های کشش در تولید و لوجستیک با این عبارت مترادف. جنگ جهانی دوم این شرکت یک سیستم تولید را توسعه داد که در تبدیل شدن تویوتا به بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا بسیار کلیدی بود. اقتصاد ژاپن به تقاضای ضعیف داخلی و کمبود منابع مشهور بود. پاسخ تولید کنندگان تلاش برای تولید کالاهایی بود که تا حد امکان کارآمد و مقرون به صرفه باشند. تویوتا مدل سوپرمارکتی را برای تولید محصولات محرک تقاضای مشتری به کار برد و انبار تقاضا را مجددا پر کرد تا تعداد انبارهای داخلی به حداقل کاهش یابد. سیستم تولید تویوتا این شرکت را مجبور کرد تا زنجیره ارزش خود را به نحوی بازسازماندهی کند که از هزینه‌ها و هدر رفت بکاهد، اما همچنان مشتری را در کانون توجه خود قرار دهد. همچنین استراتژی‌هایی از جمله تولید درست و به موقع جاست این تایم، به حداقل رساندن زمان چرخه، کاهش انبار با استفاده از لوجستیک کانبان یا مدیریت کیفیت کل همگی در تولید مشتری محور مهم هستند. بنابراین تویوتا می‌تواند به سرعت به نیازهای در حال تغییر مشتری و موقعیت‌های بازار پاسخ دهد. بنابراین تویوتا فقط چیزی را تولید می‌کند که مشتری سفارش می‌دهد. مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها در کنار هم قرار گرفتند تا یک مدل کسب و کار را توسعه دهند که هنوز هم در بسیاری از شرکت‌ها استفاده می‌شود. مدل کسب و کار تویوتا بسیار مورد تقلید قرار گرفته. به عنوان مثال بوش از این مدل پیروی کرد و نام این روش را سیستم تولید بوش گذاشت. BMW نیز از روش مشابهی برای توسعه مدل‌های پرمیوم خود استفاده کرد. نوآوران گیبریت شرکت چند ملیتی سوئیسی گیبریت که در زمینه سیستم‌های دفع فاضلاب کار می‌کند، در سال 1874 تأسیس شد و در ابتدا بر تقاضای عمده‌فروشان و فروشگاه‌های لوازم ساختمانی متکی بود. در سال 2000 این شرکت موفق شد منطق غالب صنعت خود را بشکند. گیبریت متوجه شد که مشتریانش فروشگاه‌های لوازم ساختمانی و عمده‌فروشان یا کاربران نهایی سیستم دفع فاضلاب نیستند. بنابراین تصمیم‌گیران در صنعت ساختمانسازی، معمار، بنا و لوله‌کش را هدف قرار داد. منطقی که پیشتر بر واسطه‌ها متکی بود و یک مدل جدید ایجاد کرد، از آن پس گیبریت مفهوم حذف واسطه‌ها را دنبال کرد و ارتباط جدیدی با مشتریانش برقرار کرد. گیبریت ابزارهایی را توسعه داد که بازخورد بیشتری از مشتریان در فرایند توسعه و تولید محصول جدید دریافت کنند. روش‌های مورد استفاده عبارت بودند از آموزش و توسعه ابزارهایی برای ارتباط و گرفتن بازخورد بیشتر از مشتری، آموزش رایگان این ابزارها، مدیریت پشتیبانی کامل مشتری، پشتیبانی نرم افزاری مناسب طی مرحله. بر اساس حذف واسطه‌ها، گیبریت به یک جهش درست در الگوی کسب و کاری خود دست یافت و به جای گذاشتن محصولات در قفسه فروشگاه‌های لوازم ساختمانی، اکنون محصولاتش زیر ذره‌بین گروه مشتریان واجد شرایط بود. زارا در صنعت مد نیز مدل فشار و کشش توسط پوشاک و زیورالات زارا مورد استفاده قرار گرفت. این شرکت پوشاک خود را با قیمت‌های مناسب در فروشگاه‌های خرده فروشی و به صورت آنلاین به فروش می‌رساند. زارا به دلیل عرضه سریع کالکشن‌های لباس‌های مد روز شناخته می‌شود. این خرده فروش صنعت مد توانسته با بیش از 2000 طراح مد در سراسر دنیا به این موقعیت دست یابد.
طراحی و تولید سریع کالکشن‌های مد روز، ارسال سریع به فروشگاه‌های زارا و فروشگاه‌های آنلاین، موقعیت فروشگاه‌های منتخب در مرکز شهر برای مشتری‌های عبوری، ویترین‌ها، مکان تبلیغاتی برای جلوگیری از هزینه گزاف زارا را به عنوان نوآور مدل کشش به فشار معرفی می‌کند. با اینکه بنتون در معرفی مؤلفه‌های الگوی کسب و کاری در صنعت مد پیشگام است، اما این زارا بود که در پیاده‌سازی آن خیلی خوب عمل کرد. گفتنی است زارا را به دلیل مدل کسب و کار مشتری مدار منعطفش در سال 2006 به عنوان پرفروش‌ترین خرده‌فروش مد از رقیبش H&M پیشی گرفت. سوال اصلی این است که چه زمانی و چطور فشار و کشش را اعمال کنیم. هدف مدل هل دادن و کشش این است که کل زنجیره ارزش شما را به چالش بکشد. این مدل به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های هدر رفت را کاهش دهید. شما می‌توانید صرف نظر از صنعتی که در آن فعالیت دارید از این رویکرد مشتری مدار استفاده کنید. برای شرکت‌های تولیدی که محصولاتشان تنوع کمی دارد و دارای هزینه‌های بالای انبار هستند، بزرگترین پتانسیل برای اعمال بر فرانت‌اند زنجیره ارزش در بخش تولید و همچنین لوجستیک متکی است. مدل شماره 20 قابلیت دسترسی تضمین شده. هدف اصلی این مدل کسب و کار کاهش هزینه‌های خرابی ماشین‌آلات فنی یا تجهیزات با هدف صفر کردن زمان از کار افتادگی دستگاه است. چطور؟ پیاده‌سازی این مدل به طور کلی شامل یک قرارداد نرخ ثابت است که حق استفاده از همه خدمات لازم را به مشتری می‌دهد تا قابلیت دسترسی دائم را تضمین کند. علاوه بر تعویض تجهیزات یا ماشین‌آلات، این قرارداد شامل خدمات تعمیر و نگهداری نیز می‌شود. چرا؟ از آنجایی که این قابلیت دسترسی ثابت برای مشتریان ارزشمند است، معمولاً کسب و کارها روابط طولانی مدتی با مشتریانشان برقرار می‌کنند که این در واقع ارزش افزوده است که این مدل برای ما ایجاد می‌کند. خاستگاه اطلاعات کمی در مورد ریشه و خاستگاه قابلیت دسترسی تضمین شده وجود دارد، اما می‌توان گفت که پیشینه‌ای طولانی دارد. در چین باستان پزشکان بابت درمان بیماران پول نمی‌گرفتند، بلکه بابت حفظ سلامتی آنها پول دریافت می‌کردند و مهارت پزشک بر اساس تعداد افراد سالمی که تحت نظارت او بودند سنجیده می‌شد. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید یک پزشک عالی از بیماری پیشگیری می‌کند، یک پزشک متوسط از بیماری در حال وقوع ممانعت می‌کند و یک پزشک پایین رتبه بیماری واقعی را درمان می‌کند. در اقتصاد خصوصی مدل قابلیت دسترسی تضمین شده از طریق مفاهیم مدیریت ناوگان محبوبیت یافتند. شرکت PHH اولین شرکتی بود که خدمت مدیریت ناوگان را عرضه کرد. نوآوران IBM تولید کننده سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار و زیرساخت‌های کامپیوتری آمریکایی، مسئول بسیاری از اختراعات فناوری اطلاعات و نوآوری در کسب و کار است. کاهش سریع قیمت کامپیوتر در 1990 این شرکت را با مشکلات مالی جدی مواجه کرد. در سال 1992 ضرر 8.1 میلیارد دلاری مشکلات را به اوج خود رساند. برای اینکه شرکت بتواند به حضور خود در بازارها ادامه دهد، مدیرعامل IBM را از شرکتی به طور مستقیم به فروش محصول می‌پردازد به یک تامین کننده خدمات راهکار محور تبدیل کرد. این بدان معناست که IBM از حوزه سخت افزار کنار کشیده و به حوزه عرضه راهکارهایی برای قابلیت دسترسی تضمین شده یک پارچه به مشتریان وارد شده است که به موجب آن IBM مسئول نگهداری زیرساخت‌های کامپیوتری بانک‌ها، کسب و کارها و سایر سازمان‌های بزرگ شد. امروزه این شرکت یکی از شرکت‌های پرسودی است که تنها 20% سودش را از فروش سخت افزار به دست می‌آورد. هیلتی مدیریت ابزار و تعمیرات
هیلتی نمونه موفق و برجسته دیگری در استفاده از الگوی قابلیت دسترسی تضمین شده در لیختنشتاین است که بیش از 10 سال قبل برنامه مدیریت ابزارهای مشتریان و تعمیر و نگهداری از آنها را به راه انداخت. اگر ابزاری دچار خرابی شود، هیلتی این تضمین را می‌دهد که آن را تعمیر یا جایگزین کند. ارائه این خدمات قابل اعتماد برای مشتریان بسیار مفید است. کاهش هزینه‌های بیکار ماندن کارگران در اثر خرابی ابزار تأثیر بسیار زیادی بر صنعت ساخت و ساز مشتریان می‌گذارد که با این خدمات بسیار کاهش می‌یابد. ماشینری لینک یک شرکت آمریکایی است که تجهیزات اجرایی با خدمات داده اختصاصی در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی مانند کمباین عرضه می‌کند. مشتریان می‌توانند کمباین و سایر تجهیزات کشاورزی را اجاره کنند و به خدمات تجزیه و تحلیل داده فارم لینک دسترسی داشته باشند و با استفاده از اطلاعاتی در مورد آب و هوا، قیمت، بازار گرایش، بازار شرایط محصول و غیره عملکرد خود را بهبود بخشند. مشتریان با استفاده از خدمات اجاره‌ای ماشینری لینک می‌توانند به جای اینکه ماشین‌آلات را خریداری کنند، سرمایه خود را به سایر بخش‌های کسب و کار اختصاص دهند. همه اینها در کنار هم باعث می‌شود مشتریان سود کرده و درآمد شرکت نیز افزایش یابد. ماشینری لینک به پاس وجود مفهوم قابلیت دسترسی تضمین شده اکنون یکی از تأمین کنندگان پیشرو ماشین‌آلات برداشت محصول در ایالات متحده است. ABB توربو سیستمز، شبکه جهانی خدمات. در سوئیس یکی از بخش‌های فرعی گروه ABB است که به شبکه جهانی مشتریان خود خدمات تعمیر و نگهداری از توربوشارژرها عرضه می‌کند. مشتریانی که از هر کدام از 200,000 توربوشارژر برای راه‌اندازی کشتی، ایستگاه‌های برق، لوکوموتیو و غیره این شرکت به صورت 24 ساعته استفاده می‌کنند، از طریق شبکه کامپیوتری به مرکز اصلی شرکت در بادن متصل می‌شوند. شرکت مذکور فعالیت‌های نگهداری ضروری را به طور فعالانه برنامه‌ریزی می‌کند تا قابلیت دسترسی بهینه به محصولات و لوازم یدکی‌اش را تضمین کند. این شبکه خدمات صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای برای مشتریان از طریق برون‌سپاری وظایف تعمیر و نگهداری فراهم می‌کند. صنعت آسانسور، شیندلر، اوتیس و میتسوبیشی. مشتریانی که با قرارداد کامل خدمات عضو شرکت‌های صنعت آسانسور شدند. این شرکت‌ها درصد معینی از قابلیت دسترسی سیستم‌های آسانسورشان را تضمین کردند. این موضوع برای ساختمان‌های اداری بزرگ و برج‌های بلند حائز اهمیت است. برجی که هر روز صبح پذیرای 12,000 کارمند است، خرابی و حتی کاهش دسترسی به سیستم آسانسور هزینه‌ای به میزان چند میلیون دلار در هفته را به همراه دارد. استقبال از امنیتی که این نوع مدل کسب و کار ارائه می‌دهد از گارانتی خود شرکت‌های تولید کننده آسانسور بیشتر است. شیندلر در مواقع بروز حادثه مسئول تعمیر و هزینه از کار افتادگی است. قرارداد تضمین کننده پایاپای عملیاتی آسانسورهای یک شرکت است و خدمات نگهداری منظم و نظارت را انجام می‌دهد. کنترل هزینه‌های استفاده ماهیانه بدون هیچ هزینه اضافی شامل خدمات و هزینه‌های تعمیر آسانسور. دسترسی تضمین شده 95%. و اما چه زمانی و چطور قابلیت دسترسی تضمین شده را اعمال کنیم؟ اگر شما در صنعتی مشغول به کار هستید که قابلیت دسترسی در آن ضروری است، می توانید از این مدل کسب و کار استفاده کنید. حوزه کسب و کارهای B2B به ویژه برای قابلیت دسترسی تضمین شده مناسب هستند و برای موفقیت این مدل کسب و کار باید در رسیدگی به بحران‌های غیرقابل پیشبینی مشتری ماهر باشید.
مدل شماره 21 درآمد پنهان. در مدل کسب و کار درآمد پنهان این منطق که کسب و کار باید فقط بر فروش محصول یا خدمات متکی باشد از بین رفته است. در عوض منبع اولیه درآمد از یک شخص ثالث ناشی می شود که پیشنهادهای کار بسیار جذاب رایگان یا کم هزینه به مشتریان را تامین مالی می کند. مزیت اصلی آن کار با الگوی درآمد پنهان این است که به یک منبع جایگزین درآمد دسترسی دارد که می‌تواند درآمدهای حاصل از فروش قراردادی محصولات را تکمیل یا کاملا جایگزین کند. چه کسی؟ مشتریان تبلیغات را به صورت رایگان تماشا می‌کنند. شرکت مبلغ از مخاطبان پولی دریافت نمی‌کند و هزینه‌های خود را از شرکت‌هایی که قصد تبلیغ محصولاتشان را دارند می‌گیرد. چطور؟ تامین مالی از طریق تبلیغات می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارزش پیشنهادی اصلی داشته باشد. پذیرش مشتری. معمولاً بسیاری از مشتریان مایلند تبلیغات جدیدی را تماشا کنند، البته در صورتی که با این کار بتوانند کالا یا خدمات بهتری بیابند. خاستگاه. با اینکه به نظر می‌رسید مصریان باستان هم از تبلیغات استفاده می‌کردند، اما استفاده از تبلیغات فروش به عنوان منبع اصلی درآمد از جمله پیشرفت‌های اخیر محسوب می‌شود. نمونه‌های اولیه سرمایه‌گذاری مبتنی بر تبلیغات احتمالاً به بولتن‌هایی باز می‌گردد که در قرن 17 با توسعه مطبوعات چاپی توزیع می‌شد. بولتن‌ها شامل اطلاعیه‌های عمومی، برنامه‌های جلسات دادگاه، قرار ملاقات‌ها و تبلیغات دسته‌بندی شده تجاری و خصوصی بود. این تبلیغات به قدری سودآور بود که اکثر بولتن‌ها تقریباً به طور کامل توسط آن تامین مالی می‌شدند. نوآوران J.C. Cox شرکتی که در سال 1964 تأسیس شد و سیستم‌های تبلیغاتی نوآورانه‌ای را برای وسایل خیابان از جمله ایستگاه اتوبوس، دوچرخه‌های سلف سرویس، تابلوهای اعلام پیام الکترونیکی، سرویس بهداشتی‌های عمومی خودکار و دکه‌های روزنامه عرضه می‌کند. این شرکت با مقامات شهری همکاری می‌کند تا این وسایل را به طور رایگان یا با قیمت پایین و در ازای حقوق انحصاری تبلیغی عرضه کند. مدل درآمد پنهان درآمد سالیانه‌ای بالغ بر 2 میلیارد یورو برای این شرکت ایجاد می‌کند. مترو اینترنشنال روزنامه‌های رایگان روزانه نمونه دیگری از نوآوری و درآمد پنهان هستند که هزینه آن کاملاً از طریق تبلیغات تامین می‌شود. اولین نسخه مترو در سال 1995 در استکهلم توزیع شد و امروزه در بیش از 20 کشور توزیع می‌شود و حدود 35 میلیون خواننده در هفته دارد. زاتو شرکتی که هزینه سرمایه‌گذاری تبلیغات برای تلویزیون اینترنتی را از طریق اپلیکیشن‌های موبایل و وبسایتش فراهم می‌کند. خدمات پخش اینترنتی خود را به صورت رایگان ارائه می‌دهد و هزینه‌های آن را با فروش فضای تبلیغی در قالب بنر و ویدیوهای تجاری تامین می‌کند. اکنون زاتو بزرگترین تامین کننده تلویزیون وب زنده در اروپا است. گوگل که در ابتدا در سال 1998 به عنوان یک موتور جستجو تأسیس شد، یکی از بزرگترین دلالان در کسب و کار تبلیغات آنلاین محسوب می‌شود. این شرکت قادر است از طریق برنامه تبلیغی ادوردز خود ثبت نام رایگان خدماتش را تامین مالی کند. مدل کسب و کار گوگل میلیاردها دلار درآمد سالیانه را برای این شرکت به همراه داشته و به حفظ سهم 60% از بازار تبلیغات آنلاین کمک کرده است. گوگل در برنامه تبلیغی ادوردز خود به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تبلیغات هدفمندی ارائه کنند که بر اساس کلمات تایپ شده توسط کاربر در فهرست جستجوی گوگل قرار می‌گیرند. هر زمان که تبلیغی نمایش داده می‌شود یا هر بار که کاربری روی تبلیغی کلیک می‌کند، درآمدی عاید گوگل می‌شود. این شرکت از طریق این برنامه مشتریان زیادی را جذب کرده که این امر به نوبه خود درآمد تبلیغات را افزایش می‌دهد. اما چه زمانی و چطور مدل درآمد پنهان را اعمال کنیم؟
این مدل پتانسیل‌ها و چالش‌های فراوانی دارد. پتانسیل این الگو به طور هدفمندی در سالهای اولیه اقتصاد دیجیتال مورد بهره‌برداری قرار گرفت. شرکت‌های بسیاری بودند که از نظر فعالان بازار دارای ارزش زیادی بودند، اما نتوانستند درآمد واقعی تولید کنند. درآمد پنهان هنوز هم به سختی ارزیابی می‌شود. فقط تصور کنید که فیسبوک برای اپلیکیشن پیام‌رسان واتساپ 16 میلیارد دلار می‌پردازد. محتاط بودن مشتریان. همزمان مشتریان نیز در مورد درآمد پنهان محتاط‌تر می‌شوند. در آلمان که مصرف کنندگان نسبت به داده‌هایشان حساس هستند، وقتی خبر خرید واتساپ توسط فیسبوک منتشر شد، بسیاری از کاربران این اپلیکیشن را ترک کردند. البته درآمد پنهان هنوز هم در تبلیغات و تجارت داده‌های مشتریان محبوبیت دارد. مدل شماره 22 برندینگ اجزا. برندینگ اجزا به برندسازی محصولی اشاره دارد که فقط می‌تواند به عنوان اجزای تشکیل دهنده محصول دیگر خریداری شود. یعنی اجزای محصول به صورت منفرد قابل خریداری نیستند. اجزای محصول نیز به عنوان یک ویژگی قابل توجه از محصول نهایی تبلیغ می‌شوند. در واقع وقتی مشتریان محصول نهایی را مشاهده کنند، برندی را درون برند دیگر می‌بینند. مانند چیپ‌های اینتل که در کامپیوترهای برندهای معروف مانند سامسونگ، ایسر، لنوو و غیره استفاده می‌شود. به طور ایدئال برندینگ اجزا به سناریوی برد منجر می‌شود که در آن ویژگی‌های مثبت اجزای محصول به محصول نهایی منتقل شده و مطلوبیت آن در چشم مصرف کننده افزایش می‌یابد. شرکتی که برندینگ اجزا را تامین می‌کند، پروفایل برند خود را تقویت کرده و مشتریان نهایی را جذب می‌کند. آگاهی از برند ایجاد شده توسط اجزای برندینگ احتمال جایگزینی محصولات با محصولات دیگر را کاهش داده و به شرکت قدرت برندسازی بیشتری در معامله با تولید کنندگان محصول نهایی می‌دهد. برای اینکه اصل برندینگ اجزا موفق عمل کند، اجزای تامین شده محصول باید یک کارکرد ضروری در محصول نهایی داشته و از محصولات رقیب خود به میزان قابل توجهی بهتر باشند. در غیر این صورت متقاعد کردن مشتریان در این مورد که اجزای محصول بخش ارزشمند و جدایی ناپذیری از محصول نهایی است، کار بسیار دشواری خواهد بود. خاستگاه. مدیران از اواسط قرن 20 از برندینگ اجزای تشکیل دهنده استفاده می‌کنند. به ویژه شرکت‌های پتروشیمی به مزیت‌های این مدل کسب و کار پی برده‌اند. نوآوران. تفلون دوپن. شرکت دوپن که در سال 1802 تأسیس شد، یک شرکت صنایع پتروشیمی آمریکایی است که نوعی پلیمر را توسعه داد که البته به عنوان برند تفلون شناخته می‌شود. تفلون یک ماده مصنوعی بسیار تطبیق پذیر و با ضریب اصطکاک کم و ویژگی غیرواکنشی است که این ویژگی آن را در بسیاری از صنایع به ماده مفیدی تبدیل کرده است. ایجاد برند تفلون که مترادف با یک برند با کیفیت و عملی بود، به این معناست که سایر شرکت‌ها هم می‌توانند محصولات نهایی خود را با وارد کردن سایر اجزا در آنها به شکل جذابتری به مشتریان عرضه کنند. نمونه اولیه این مدل تابه‌هایی بود که با این روکش ساخته شد. این تولید باعث سوددهی شرکت تولید کننده تابه شد و بدون اینکه شرکت دوپن خود در تولید این تابه نقشی داشته باشد، از این سود بهره‌مند شد. امروزه با شناخته شدن برند تفلون، قابلمه و تابه‌های زیادی به فروش می‌رسد و آگاهی از این برند به بیش از 98% رسیده است. اینتل اینساید. شرکت آمریکایی ساخت چیپ نیمه رسانای اینتل از جمله شرکت‌های پیشگام در برندینگ اجزا است. این شرکت کمپین اینتل اینساید را در دهه 1990 راه اندازی کرد تا آگاهی از برند خود را افزایش دهد. در گام نخست توافق با تولید کنندگان کامپیوترهای شخصی موافقت کردند تا پردازشگرهای اینتل را در کامپیوترهای شخصی خود تبلیغ کنند و در ازای آن اینتل بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی آنها را تقبل کند. سپس
کمپین‌های مستقل ایجاد کرد. همزمان با این امر اینتل به صورت مستقل تعدادی کمپین تبلیغاتی ایجاد کرد تا آگاهی مصرف کنندگان از اهمیت ریز پردازنده را افزایش دهد. بدین شکل تبدیل به برند درجه یک شد. این استراتژی تاثیر زیادی بر افزایش تقاضای مصرف کنندگان نهایی داشت و اینتل از این طریق به برند درجه یک ریز پردازنده در جهان تبدیل شد. امروزه برند اینتل در شرکت‌های زیادی مانند سامسونگ، ایسر، لنوو، HP و غیره استفاده می‌شود. اما چه زمانی و چطور برندینگ اجزا را اعمال کنیم؟ محصولاتی که از آگاهی بالای برند در میان مشتریان برخوردارند و کالاهای با کیفیتی دارند می‌توانند از برندینگ اجزا بهره مند شوند. این الگو به ویژه زمانی مفید است که عناصر محصول تکمیل کننده محصول نهایی باشد. مدل شماره 23 یک پارچه ساز الگو، مشارکت کامل تا پایان راه. در مدل کسب و کار یک پارچه ساز، شرکت اغلب یا تمام بخش‌های زنجیره تامین را کنترل می‌کند که مشارکت در بخش‌های مختلف فرآیند تولید، از یافتن منابع خام و ارسال آن به تولید کننده و توزیع کننده را در بر می‌گیرد. چرا؟ کارخانه باید بتواند با متصل کردن زنجیره ارزش به فرآیندها و نیازهای این صنعت هزینه‌های معامله را کاهش دهد. چطور؟ این کنترل به شرکت اجازه می‌دهد تا اقتصاد مقیاس و کارایی را بهبود بخشد. این رویکرد به دلیل وابستگی به تامین کنندگان طرف سوم باعث تأخیر و در نتیجه کاهش هزینه‌ها می‌شود. اما ایراد یکپارچه سازی این است که شرکت نمی‌تواند روی تخصص که تحت تأثیر برون‌سپاری وظایف خاص به تامین کنندگان متخصص است سرمایه‌گذاری کند. این شرکت هم از خلق ارزش کارآمدتر به عنوان مثال از طریق زمان کوتاه‌تر حمل و نقل یا همکاری بهتر محصولات متوسط و هم مدت زمان واکنش سریعتر به تغییرات بازار سود می‌برد. خاستگاه الگوی یکپارچه ساز طی دوره صنعتی شدن در اوایل قرن 19 و تأسیس اولین شرکت‌های بین‌المللی بزرگ شکل گرفت. انگیزه اولیه این شرکت‌ها برای یکپارچه سازی به حداکثر رساندن قدرت بازار و نیز اطمینان از دسترسی به منابع ضروری و کانال‌های توزیع بود. شرکت آمریکایی کارنگی استیل که در سال 1870 توسط اندرو کارنگی تأسیس شد، پیشگام مدل یکپارچه ساز است. شرکت وی با دسترسی به معادن سنگ آهن مهم استراتژیک و زنجیره ارزش صنعت فولاد به دومین کارخانه فولاد دنیا تبدیل شد. علاوه بر خرید معادن زغالسنگ و کوره که برای تولید فولاد لازم است، این شرکت یک شبکه راه‌آهن اختصاصی نیز برای پشتیبانی از عملیاتش احداث کرد. شرکت کارنگی در سال 1901 به قیمت 400 میلیون دلار معادل 10 تا 11 میلیارد دلار سال 2014 به شرکت استیل ایالات متحده فروخته شد که به شرکت ثانویه این امکان را داد تا با زنجیره ارزش عمودی یکپارچه به پیشرو بازار جهانی فولاد تبدیل شود. نوآوران اکسون موبیل شرکت چند ملیتی نفت و گاز اکسون موبیل که در سال 1999 تأسیس شد، در بردارنده یک زنجیره ارزش یکپارچه عمودی در تولید، فرآوری و پالایش نفت است. این شرکت به عنوان تأمین کننده محصولات نفتی و گازی صدها شرکت تابعه را در مجموعه خود دارد. از نظر درآمد، اکسون موبیل بزرگترین شرکت دنیا در حوزه نفت و گاز است. فورد موتور شرکت فورد موتور یکپارچه سازی را در صنعت خودرو محبوب کرد. در اوایل قرن 20 شرکت فورد به تولید اجزایی اقدام کرد که پیشتر از بیرون تامین می‌شدند. هدف فورد این بود که خودروهایش را کارآمدتر از قبل به تولید انبوه برساند.
همچنین این شرکت با خرید یک کارخانه فولاد توانست تولید فولاد را مستقیما در شرکت خود با تولیداتش یکپارچه کند. BYD نمونه دیگر یکپارچه‌سازی در صنعت خودرو شرکت BYD به معنای رویای خودت را بساز است که در سال 2003 تأسیس شد. این شرکت یک شرکت تولید کننده خودرو چینی است که از مدل کسب و کار یکپارچه‌ساز استفاده می‌کند. این رویکرد باعث پرورش نوآوری شده و راندمان را بهبود بخشیده و این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در چین وارد موقعیت رقابتی در صنعت خودروسازی کرده است. صنعت ماشین‌آلات ورت شرکت ورت یک عمده فروش جهانی در زمینه اتصال دهنده‌ها، پیچ و لوازم جانبی پیچ، میخ چوبی، مواد شیمیایی، ابزارالات ساختمان‌سازی و مبل سازی، ابزار ماشین‌آلات، مواد لازم برای نصب سخت‌افزارهای خودرو و مدیریت انبار و ذخیره‌سازی و سیستم‌های بازاریابی است. انبار این شرکت با 120,000 محصول می‌تواند تمام ابزارهای مورد نیاز یک تاجر را تأمین کند. علاوه بر بخش فروش این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه نیز فعال است و در سال 2007 بیش از 60 ثبت اختراع داشته است. امروز این شرکت بیش از 3 میلیون مشتری B2B دارد. زارا موفقیت در صنعت مد زارا خرده فروش مد اسپانیایی نیز از مدل کسب و کار یکپارچه‌ساز استفاده کرده است. زارا برخلاف بسیاری از رقبایش تصمیم گرفت تولید خود را به تأمین کنندگان پوشاک در آسیا و سایر اقتصادهای در حال ظهور برون‌سپاری نکند. در عوض این شرکت تمام طراحی و تولید پوشاک و زیورآلات خود را در کارخانه‌های زارا در اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی انجام می‌دهد. این امر باعث می‌شود که بتواند به تمام مدهای در حال تغییر و درخواست‌های متنوع به خوبی و به سرعت پاسخ دهد. در واقع زارا قادر است در عرض 2 الی 3 هفته کالکشن‌های جدید را از روی کاغذ به ویترین فروشگاه‌های خود منتقل کند، در حالی که رقبایی که تقریباً تمام لباس‌های خود را در چین تولید می‌کنند، از هزینه کمتری نسبت به زارا برخوردار هستند، اما این کار را با سرعت پایین‌تری انجام می‌دهند. اگر یک کالکشن جدید نتواند انتظارات مشتری را برآورده کند، زارا می‌تواند تغییرات لازم را در چارچوب زمانی بسیار کوتاهی انجام دهد یا فرآیند تولید آن را کاملا متوقف کند. این مدل کسب و کار زارا را به یکی از نوآورترین و موفق‌ترین شرکت‌ها در صنعت مد تبدیل کرده است. زنجیره ارزش خود را بشناسید. این الگو به تمرکز بر زنجیره ارزش پایین دست اشاره دارد. یکپارچه‌سازی 2 مزیت دارد: حاشیه سود بالاتر و درک بهتر از کل زنجیره ارزش. دوم، شناسایی نیاز مشتری‌ها. از آنجایی که مشتریان به میزان رو به رشدی متقاضی راهکارهای تک مرحله‌ای هستند، شما نیز ممکن است بخواهید تأمین کنندگان مختلف را با هم ادغام کرده تا آنچه را می‌خواهید خلق کنید. و در نهایت ارزیابی توانمندی‌ها. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که برای موفقیت باید به پایه دانش وسیع ریسک پذیری و تخصص دست یابید. این 3 مرحله زمان و چگونگی شروع مدل یکپارچه‌ساز را بیان می‌کند. مدل شماره 24 بازیکن لایه. مدل کسب و کار بازیکن لایه بر یک مرحله از زنجیره ارزش صنعت تمرکز دارد و از صرفه به مقیاس و سودمندی از توانایی‌ها و از تخصص برتر سود می‌برد. این شرکت معمولاً قادر است در سایر رشته‌ها نیز توسعه یابد. به عنوان مثال، آمازون کسب و کار خود را با فروش کتاب آغاز کرد و بعدها در سایر حوزه‌ها مانند CD، DVD و محصولات متنوع دیگر نیز فعالیت کرد. اما چطور؟ شرکتی که از الگوی بازیکن لایه استفاده می‌کند معمولاً بر یک فعالیت یا فعالیت‌های اندکی در زنجیره ارزش متمرکز است.
چنین شرکتی به چندین بخش از بازار چند صنعت گوناگون خدمت رسانی می‌کند. مشتری معمولی آن می‌تواند سازمان‌دهنده‌ای باشد که اکثریت فعالیت‌های زنجیره ارزش را به تأمین‌کنندگان خدمات تخصصی برون‌سپاری می‌کند. این شرکت از تخصص خود در چند برابر کردن دانش فنی و حق مالکیت معنوی سود می‌برد. همچنین می‌تواند بر استانداردها تأثیر گذاشته و استانداردها را در رشته خاص خود توسعه دهد. خاستگاه در طول دهه 1970 مزیت‌هایی چون هزینه و راندمان به میزان زیادی مورد توجه شرکت‌های مختلف در بسیاری از صنایع قرار گرفت و این امر به گرایشی کلی نسبت به کوچکتر کردن زنجیره ارزش منجر شد. کار به روش جدیدی سازماندهی شد که برای مدل کسب و کار بازیکن لایه مفید بود. یکی از نتایج مستقیم این پیشرفت‌ها ایجاد تأمین کننده خدمات فناوری داده در هند است. ویپرو تکنولوژی نمونه از شرکت‌هایی است که در زمینه برون‌سپاری فناوری داده‌ها و خدمات مربوط به آن تخصص دارد. این شرکت اکنون سومین شرکت بزرگ فناوری داده در هند است. نوآوران پیپل که یک شرکت تابعی ایبی است که از نمونه‌های موفق و استثنایی مدل بازیکن لایه است که بر پرداخت آنلاین متمرکز بوده و خدمات متنوعی در این حوزه ارائه می‌دهد. از خدمات پیپل در بسیاری از صنایع و نیز تجارت الکترونیکی استفاده می‌شود. برآورد شده که نیمی از درآمد ایبی توسط پیپل تامین می‌شود. دنمیر شرکت دنمیر در لوکزامبورگ است. این شرکت به عنوان یک شرکت بازیکن لایه بر ارائه پوشش، دهی کامل توصیه‌های حقوقی، راهکارهای نرم افزاری، خدمات مشاوره و مدیریت نمونه کارها تمرکز دارد. شرکت‌های بسیاری وجود دارند که این گونه خدمات را به طور کامل به دنمیر برون‌سازی می‌کنند. خدمات دنمیر بسیار متنوع است اما به شدت به مدیریت آی‌پی مرتبط شده و بسیار یکپارچه. این شرکت هزاران خدمت به مشتریان تمام صنایع در سراسر دنیا ارائه می‌کند. تراستی شرکت تراستی که در زمینه خدمات مدیریت حریم خصوصی داده‌ها تخصص دارد، یک برنامه حریم خصوصی را اجرا می‌کند تا وبسایت‌های مشتریان را تایید کرده و اعتبار آنها را از نزد عموم مردم افزایش دهد. این شرکت خدمات مرتبطی در زمینه مدیریت، اعتبار رتبه‌بندی، تأمین کننده و نمایندگی در اختلافات حریم خصوصی داده‌ها نیز ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت به عنوان یک شرکت پیشرو در حریم خصوصی آنلاین توسط شرکت‌های موفق زیادی مانند فیسبوک، مایکروسافت، اپل، IBM و ایبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود الگوی بازیکن لایه جدیدی در صنایع مالی ظهور کند، جایی که تاکنون استانداردهای کمی در آن توسعه یافته و تقسیم کار هنوز هم محدود است. اهداف معمولی بازیکن لایه صنایع بالغ با شرکت‌های یکپارچه ساز هستند. اما چه زبانی و چطور مدل بازیکن لایه را اعمال کنیم؟ به عنوان یک بازیکن لایه می توانید پتانسیل ذاتی خود در تخصصتان را به حداکثر رسانده و در حوزه تخصصی خود پیشرو باشید. شما صلاحیت انجام خدمت در چندین صنعت را دارید و می توانید مهارت‌هایی را که از یک محیط آموخته اید در محیطی دیگر به کار برید. اگر در محیطی رقابتی کار می‌کنید، تخصص برای شما مفید است و به شما این اجازه را می‌دهد تا فقط بر یک حوزه خاص تخصصی متمرکز شده و نقاط قوت خود را تقویت کنید و بسازید.